سلام به همه. آیا رویا یا هدفی در اعماق قالب خود دارید؟ چیزی که به خود قول داد روزی حتما این کار را انجام خواهم داد، اما برای شروع آن تردید کرد چون به نظر تاخت فرسا میآید. اشکالی ندارد اگر برنامه‌های بزرگ نباشد. شاید مهمترین گام اول برای تبدیل آن رویا به واقعیت صرفاً شروع کردن باشد. پادشاه سلیمان شروع به ساختن معبدی عظیم کرد. واژه عبری بنا تنها به معنای ساختن یک بنا نیست، معنای عمیق‌تری دارد، یعنی پایه‌گذاری و برپا کردن یک طرح یا چشمانداز. این فقط انباشتن آجرها نیست، بلکه ایجاد پایه‌هایی برای هر آنچه در آینده خواهد آمد است. اول پادشاهان 480 سال پس از رهایی بنی اسرائیل از بردگی در مصر، این معبد ساخته شد. در میان قرن‌ها وعده‌های الهی و تاریخ نجات، سلیمان رویای دیرینه پادشاه داوود را بر عهده گرفت و شروع به تبدیل آن به واقعیت کرد. این فقط یک رویای مبهم برای ساخت معبد نبود، او با شجاعت گام اول را برداشت و زمان مشخصی را تعیین کرد. در ماه زیو، ماه دوم. ما به حکمت نیاز داریم تا روزی را به اکنون تبدیل کنیم. همین موضوع برای رویاهای درون قلب شما نیز صدق می‌کند. آنها را در آینده‌های مبهم به نام روزی زندانی نکنید. حتی یک گام کوچک اولیه کافی است. حکمت انتخاب زمان مشخص و شروع کردن واقعا مهم است. با گذر زمان به عصر عهد جدید، معنای معبد به طور کامل دگرگون شد. خدا دیگر تنها در بنایی از سنگ ساکن نیست. عیسی مسیح معبد واقعی شد. او همه موانع بین خدا و ما را فرو ریخت و تنها راه برای نزدیک شدن به خدا را گشود. با به دوش کشیدن گناهان ما و مرگ بر صلیب، عیسی این راه را آغاز کرد و با رستاخیز خود آن را کامل کرد. بزرگترین آغاز در زندگی ما در عیسی مسیح یافت می‌شود. آنچه واقعا شگفت‌انگیز است این است که هر یک از ما که به عیسی ایمان داریم، معبدی مقدس می‌شویم که خدا در آن ساکن است. خدا اکنون با ما در زندگی ماست. بزرگترین آغاز در زندگی ما رخ داده است. وقتی عیسی مسیح را به زندگی خود دعوت می‌کنیم، می‌توانیم آغازی کاملاً جدید را تجربه کنیم. درست در جایی که اکنون ایستاده‌ایم، می‌توانیم با تقدیم قلب و زندگی خود به خدا، معبد درونی را شروع به ساختن کنیم. یک تصمیم کوچک برای انتخاب عیسی به عنوان پروردگار زندگیتان می‌تواند آغازی برای رابطه‌های جدید با خدا باشد. این آغاز قدرتمندترین انگیزه در زندگی شما خواهد بود و آرامش و معنای واقعی را که پیشتر تجربه نکرده‌اید به ارمغان خواهد آورد. چه می‌شود اگر همین حالا در این لحظه عیسی را به زندگی خود دعوت کنید برای بزرگترین آغاز وجودتان؟